پدرم را آن روز زیر باران به خاک سپردیم. آخرین وصیت عجیب او این بود که تنها قناری سفیدش را، همان پرنده‌ای که همیشه ساکت بود، در کنارش دفن کنیم. اما وقتی خاک سرد را روی تابوتش می‌ریختیم، ناگهان آن پرنده که در قفس بر دست خواهرم بود، برای اولین و آخرین بار شروع به صحبت کرد و تنها یک جمله گفت: نگار همسر تصادف نکرد، او را کشتیم. صدایش دقیقاً شبیه صدای پدرم بود. درود بر شما خوبان. امروز میخوام داستان وحشتناک و شوکه کننده از واقعیتی مرموز که پس از مرگ پدر برای 2 دخترش برملا شد رو براتون تعریف کنم. اگه شما هم دوست دارید بدونید که قضیه از چه قراره و این داستان برای من و شما چه عبرتی داره، پس همین الان ویدیو رو لایک کن و با من بیا. تابستان بود و باغچه خانه پر از شکوفه‌های سفید بود. هوا بوی علف تازه و خاک نم خورده میداد. سارا و لیلا 2 خواهر که مانند 2 قطره آب به هم شبیه بودند، اما در روحیه چون شب و روز متفاوت. کنار قبر تازه کنده شده پدرشان ایستاده بودند. کفن سفید پیکر کمال را که همیشه مانند کوهی استوار به نظر می رسید در بر گرفته بود. صدای گریه‌های آرام لیلا با نسیم قاطی می شد. سارا اما اشکی نمی ریخت، فقط دستش را محکم روی شانه خواهر کوچکترش گذاشته بود و به چهره آرام پدرش خیره شده بود، به آن سکوت همیشگی که حالا برای همیشه بر صورتش نشسته بود. مراسم تدفین با آن همهمه معمول عزاداری و دلسوزی‌های کشدار فامیل به پایان رسید. داییشان که وکیل بود، پس از بازگشت از قبرستان در حالی که یک پوشه قهوه‌ای ضخیم را در دست گرفته بود، آنان را به اتاق نشیمن دعوت کرد. چهرهش جدی و در خود فرو رفته بود. سارا، لیلا، قبل از اینکه بروم باید وصیت‌نامه پدرتان را برایتان بخونم. این را گفت و عینکش را بر چشم گذاشت. لیلا دستمالی به چشمش فشرد. سارا صندلی‌اش را صافتر کرد و نشست. پدرشان مردی منظم حسابگر بود. بدون شک همه دارایی‌اش را به طور مساوی بین آن تقسیم کرده بود. دایی شروع به خواندن کرد. بخش اول معمولی بود. خانه کوچک و قدیمی به نام هر 2 دختر شد. پس انداز ناچیز بانکی بینشان تقسیم شد و چند قلم اشیای شخصی برای هر کدام به یادگار گذاشته بود. لیلا یک انگشتر مروارید گرفت و سارا هم یک قلم تحریر آنتیک که همیشه روی میز پدر بود. این بخش عجیب است، لکنت زد. کمال نوشته بود: در کشوی مخفی میز تحریر من در پشت قاب عکس خانوادگی یک کلید وجود دارد. این کلید صندوقچه‌ای کوچک را در زیر تخته کف اتاق زیر شیروانی باز می کند. محتویات آن صندوقچه فقط و فقط باید پس از مرگ من و توسط هر 2 دخترم با هم باز شود. این خواست قلبی من است. سارا و لیلا به یکدیگر نگاه کردند. اتاق زیر شیروانی؟ کشوی مخفی؟ این مانند دیالوگ‌های یک فیلم معمایی بود، نه وصیت یک معلم بازنشسته. دایی با بیقراری گفت: شاید بهتر باشد فردا. نه. سارا با قاطعیت برخاست: باید الان برویم ببینیم. لیلا با چشمانی وحشت زده به سارا نگاه کرد، اما سپس آرام آرام سر تکان داد. کنجکاوی بر ترس غلبه کرده بود. اتاق زیر شیروانی قلمروی فراموش شده خانه بود، پر از گرد و خاک و خاطرات کهنه. هوا بوی کهنگی و چوب پوسیده میداد. با کمک چراغ قوه تخته ای را که کمی از دیگران جدا بود پیدا کردند. با کلید کوچک قفلی کوچک و مخفی را باز کردند و صندوقچه‌ای چوبی و ساده را بیرون آوردند. در اتاق نشیمن صندوقچه را روی میز قهوه خوری گذاشتند. دایی با نگرانی در صندلی راحتی نشسته بود. سارا در صندوقچه را باز کرد. درون آن برخلاف انتظارشان پر از سکه و جواهر نبود، فقط چندین دسته نامه، یک دفتر خاطرات چرمی کهنه و یک عکس بود. لیلا دسته اول نامه‌ها را برداشت. نامه‌ها عاشقانه بودند، خطی ظریف و زنانه.
اما این خط به مادرشان نگار تعلق نداشت. نام یک زن دیگر در پایین آنها نوشته شده بود، نرگس. نامه‌ها پر از اشتیاق و وعده‌های عاشقانه بود و مربوط به دورانی بود که پدرشان تازه با مادرشان ازدواج کرده بود و لیلا تازه متولد شده بود. سارا عکس را برداشت. عکس پدرشان بود در جوانی، با زنی زیبا و غریبه که او را در آغوش گرفته بود. پشت عکس نوشته بود با نرگس، نور چشمانم، بهمن سال 1376. دقیقاً 1 سال پس از تولد لیلا. تکه‌های اول پازل با ضربه‌ای دردناک جای خود را پیدا می‌کردند. پدرشان، آن مرد به ظاهر وفادار و نمونه، یک رابطه پنهانی داشت. اما این تازه آغاز ماجرا بود. سارا دفتر خاطرات را باز کرد. خط محکم و منظم پدرش بود. اولین خط مربوط به دوران آشنایی با نرگس بود. پس از شور و عذاب وجدان، سپس صفحاتی مربوط به بیماری مادرشان نگار، پدرشان از خستگی و فشار نگهداری از یک بیمار رو به مرگ نوشته بود و از اینکه چگونه نرگس تنها مایه آرامش او بود. سپس به تاریخ 1 سال قبل از مرگ مادرشان رسیدند. سارا با صدای بلند خواند: امروز دکتر گفت وضعیت نگار رو به بهبودی است. داروهای جدید تأثیر شگفتی داشتند. اما من چه احساسی دارم؟ باید خوشحال باشم، ولی نیستم. یک ترس عمیق وجودم را فرا گرفته. اگر او بهبود یابد، اگر از این بیماری لعنتی نجات پیدا کند، اون وقت چه؟ من بین 2 زندگی گیر افتادم. نرگس دیگر صبری ندارد، میخواهد علنی کنیم، اما من نمیتوانم نگار را رها کنم. نه، در این شرایط نه، نمیتوانم. سارا نفسش در سینه حبس شد. نگاهش به لیلا افتاد که صورتش سفید شده بود. آنها به صفحات بعدی رفتند. خطوط کوتاه‌تر و آشفته‌تر شده بودند. سپس در تاریخی که تنها 2 هفته با مرگ ناگهانی مادرشان فاصله داشت، پدرشان نوشته بود: نرگس داروی جدیدی برایم آورده. میگوید اگر واقعا عاشقش هستم، راهی وجود دارد. راهی برای رهایی هر دوی ما. من میترسم. میدانم که چه میخواهد بکند. ولی آیا میتوانم؟ آیا میتوانم چنین کاری کنم؟ او قول داده که بعد از این همه چیز درست شود. ما میتوانیم یک خانواده واقعی داشته باشیم. سپس در شب مرگ مادرشان تنها 1 خط نوشته شده بود، با خطی لرزان و تقریبا غیر قابل خواندن. کار از کار گذشت. خداوندا مرا ببخش. سکوتی مرگبار بر اتاق حاکم شد. حتی صدای تنفس هم به گوش نمی رسید. لیلا بی حرکت مانند مجسمه‌ای از یخ به دفتر خاطرات خیره مانده بود. دایی صورتش را در دستانش پنهان کرده بود. سارا با دستانی که به لرزه افتاده بود به انتهای دفتر خاطرات رفت. چندین صفحه خالی بود، اما در واپسین صفحات متنی نوشته شده بود. به تاریخ چند ماه پیش از زمانی که بیماری پدرش تشدید پیدا کرده و به مرگ نزدیکتر شده بود. گویی او میدانست که زمان مرگش رسیده و زندگیش رو به پایان است. دختران عزیزم، سارا و لیلا، اگر این را میخوانید، یعنی من رفتم و شما حقیقتی را کشف کرده اید که سالها با خود حمل کردم و هر روز مرا از درون میخورد. هیچ توجیهی برای کار من وجود ندارد. من به عنوان یک همسر خیانت کردم و سپس با سکوت خود در قبال عمل نرگس به نامودی همسرم، مادر شما، رضایت دادم. من مباشر قتل نبودم، اما دانستم و سکوت کردم. نرگس داروهایش را با سم جایگزین کرد و من وانمود کردم که چیزی نمیدانم. من به بهبودی نگار امید نداشتم و این ناامیدی مرا به تاریک ترین جایگاه انسانی کشاند. من سالها با این عذاب وجدان زندگی کردم. هر نگاه شما، هر خنده تان یادآوری می‌کرد که چه چیزی را از شما گرفتم. عشق شما تنها نوری بود که در این تاریکی داشتم و حالا حتی آن را هم لایق نیستم. نرگس را چند سال پس از آن ماجرا ترک کردم. او اکنون در شهری دیگر زندگی می‌کند و از کرده‌اش پشیمان است. من او را بخشیدم، زیرا گناه من از او کمتر نبود.
اما خود را هرگز نبخشیدم. این راز را نه برای آزار شما بلکه برای رهایی خودم نوشتم. شاید مرگ تنها مجازات واقعی برای گناه من باشد. از شما می‌خواهم که مرا ببخشید اگر می‌توانید. و از همه مهمتر از یکدیگر مراقبت کنید. اجازه ندهید تاریکی من نور زندگی شما را خاموش کند. عبرت بگیرید از سکوت مرگبار من. همیشه حقیقت را بگویید حتی اگر دردناک باشد، زیرا دروغ و راز زخمی است که چرکین می شود و همه چیز را آلوده می کند. پدری که دوستتان داشت اما لایق این عشق نبود. هوا از سینه سارا و لیلا به شدت خارج شد. گویی دنیا برای لحظه ای از حرکت ایستاده بود. تصویر پدری مهربان، دلسوز و وفادار که تمام عمرشان ساخته بودند در مقابل چشمانشون خرد شد و به جای آن تصویر مردی ضعیف، گناهکار و شکست ظاهر گشت که در سکوت خود به قتل همسرش کمک کرده بود. لیلا با فریادی خفه شده از جا پرید و از اتاق بیرون دوید. صدای قفل شدن در اتاقش از راه رسید و به دنبال آن ناله‌های گوشخراش و دل شکسته‌اش. سارا بی حرکت مانده بود. اشک بر گونه‌هایش جاری شده بود، اما نه اشک عزا برای پدر بلکه اشک خشم، خیانت و دریغ برای مادری که هرگز حقش ادا نشد. او به دفتر خاطرات خیره ماند و آن جمله اجازه ندهید تاریکی من نور زندگی شما را خاموش کند. دایی آرام برخاست. سارا، نمیدونم چه باید بگویم. این غیر قابل باور است. سارا سرش را بلند کرد. چشمانش که همیشه پر از مهر و آرامش بود اکنون سرد و مصمم به نظر می رسید. دایی، میشه لطفاً بری کنار لیلا بایستی؟ من نیاز دارم کمی تنها باشم. پس از رفتن دایی، سارا دوباره به صندوقچه نگاه کرد. در میان نامه‌ها یک پاکت کوچک و جداگانه بود که رویش نوشته بود برای نرگس. شاید آخرین نامه پدرش به آن زن، شاید تلاشی برای آشتی یا بخشش. اما سارا به آن دست نزد. این گذشته بود. گذشته‌ای سمی که پدرش انتخاب کرده بود با خود به گور ببرد، اما نتوانسته بود. عبرت همونطور که پدرش نوشته بود بزرگترین درس او بود. عبرت از اینکه چگونه یک اشتباه، یک راز میتواند مانند سرطان رشد کند و هسته یک خانواده را از بین ببرد. عبرتی از اینکه سکوت در برابر حقیقت گاهی از خود گناه هم بدتر است. سارا به طرف اتاق لیلا رفت. در را آرام کوبید. لیلا، آبجی، در رو باز کن. ما باید با هم باشیم. ما باید تصمیم بگیریم که چگونه با این حقیقت زندگی کنیم. ما باید انتخاب کنیم که آیا اجازه می دهیم این راز ما را نیز نابود کند یا اینکه از آن قوی‌تر بیرون میاییم. من قول می دهم که هیچ رازی بین ما وجود نداشته و نخواهد داشت. هرگز این اتفاق نمی افتد. آنها یکدیگر را در آغوش کشیدند، نه برای تسلی خاطر بلکه برای عهدی جدید، عهدی برای زندگی در نور حقیقت، هرچند دردناک و دوری از سایه خاموش و مرگبار راز. و این چنین بود که راز وحشتناک پدر پس از مرگ برملا شد و زندگی دو دخترش را برای همیشه تغییر داد. اما این پایان داستان نبود، بلکه آغازی راهی جدید بود، راهی سخت اما روشن‌تر از تاریکی که پدرشان انتخاب کرده بود. ممنونم که تا آخر ویدیو همراه من بودی. اگه ویدیو رو دوست داشتی لایک کن و برای دوستاتم بفرست. راستی یادت نره کانال رو سابسکرایب کنی تا ویدیوهای بعدی ما رو هم ببینی. اگه داستان زندگی شما و اطرافیانتون میتونه درس عبرتی برای بقیه باشه و اونها رو در راه تاریک زندگی کمک کنه و چراغ راهی برای اونها باشه، حتما توی کامنت ها بهم بگو تا ویدیوشو براتون درست کنم. دوستتون دارم. بدرود.